در این پست میخوایم که یک قرعه کشی انجام بدیم و به 5 نفر از شما عزیزان هدایایی به رسم یادبود تقدیم کنیم. اما قبل از اینکه بگم جوایز شما چی هست، میخوام به شما 3 کتاب رو معرفی کنم که در حوزه مهارت‌های ارتباطی و کسب و کار هست. فردی اگه میخواد در کسب و کارش، بیزینسش موفق باشه، نیازمند یادگیری این مهارت‌ها هست. اولین کتاب که کتاب بسیار ارزشمندی هست در حوزه مذاکره است، یعنی شما در هر شغل، هر سمت، هر جایگاهی که قرار دارید باید فنون مذاکره رو بلد باشید و بتونید به نحو احسن خودتون رو پرزنت بکنید، دفاع کنید و اینکه بتونید کالایی رو یا خدماتی رو بفروشید یا خریداری کنید. دومین کتاب زبان بدن هست که این کتاب به شما میگه که زمانی که دارید مذاکره رو انجام میدید از روی حرکات بدن یا حرکات صورت میتونید پی به احساسات درونی اون فرد ببرید و بتونید موفق‌تر در اون مذاکره ظاهر بشید. و سومین کتاب هم کتاب کافه MBA هست. این کتاب به شما یاد میده که چگونه در کسب و کارتون رفتار کنید که بتونید فروش خوبی رو داشته باشید، بتونید خدمات بهتری رو ارائه کنید که مشتریان از شما راضی تر باشن و بتونید در کسب و کارتون موفق باشید. در مجموع این 3 کتاب به عنوان جوایز این قرعه کشی ما هست که ما به 5 نفر از شما عزیزان این هدایا رو تقدیم میکنیم. به هر نفر 3 تا، 5 نفر رو قرعه کشی خواهیم کرد، به هر کدام این 3 کتاب رو ارسال خواهیم کرد. شرایط رو در کپشن مطالعه بفرمایید و امیدوارم که شما یکی از برندگان خوششانس این 3 کتاب ارزشمند به مبلغ 5 میلیون ریال باشید.